دکتر حمیدرضا گلشن در وصف خداحافظی میگه: برو، دیگر نمیخواهم که برگردی، خداحافظ. حلالت میکنم با این که بد کردی، خداحافظ. به پایت سنگ میبستم اگر میلت بماندن بود، ولی حالا که تا این اندازه دل سردی، خداحافظ. نجابت در مسیر عاشقی شرط رسیدن بود، رفیق نیمه راه من کم آوردی، خداحافظ. به لبهایم تمنا، خواهش و لطفاً نمی بینی، ندارد التماس اینجا، عمل کردی، خداحافظ. مرا از دست دادی، مرا از دست دادی، بعد من عاشق نخواهی شد. از این پس همدم تنهایی و دردی، خداحافظ. بنابر ذات خود هرگز تو را نفرین نخواهم کرد، نمیخواهم بشیند روی تو گردی، خداحافظ. به زیرت میکشم از تاج و تخت عاشقی هایم، از این پس تا ابد از قلب من طردی، خداحافظ، خداحافظ. ای جان تو بی تمنا